Rahim Production. نه کارسی باغ جغدار دخود خودیدی خودیدم ای مردک جان ترسیدی یا بندم من ترسی اگله آود بیار مردک نه اول نرکی خودم دست پا و لرزه خورده شی لرزده خیلی نقل که چی خودیدی مردک نقل که ترخم کفیده خوی وحشتناک خوی بیزه بیا خوی بحد خوی گنده دیدم ای وای تو خیلی که نقل که مردک خدا در دشمنی کسی او روزارا نشونه تا دیگه چی خودیدو باشه ای زنه حالا بای باور میکنی یا خوی بحد بیزه دیدم گزم خواه دیدم که روزی توی مانای در اوستالی زکس ایما روزیگی پرسیده استیان چی؟ عزیز حاضران کانال راهیم پروداکشن چخیلی که هر یک شما داکیومنتری می‌نویسن که زارا چخیلی برای چه خبرگیری نمیرین سلام چه مو می‌خوایم بفهمیم این حال ما در خونه پای زارا قرار داریم و شکر خدا میکنیم که ای بالانسا برآمد بهترین شید باز دعوت میکنیم پای زارا بونو رو که در درون جوگا یا را گشتن میاد میبینیم تای کدی پای زارا سوزیا پجام باشه سلام این حالی زارا را دیده چخیلی چی گفتنی با نه کلی پات پیش کنم مخلصانت داشتی اختصاص شدم خدا شکر زحمت با اون کنشونه که قدم بردار در چون دوی نکردم اینا نگاه کنید اینا نگاه کنید گرچنده که در اینستاگرام و یوتیوب هم خونه بود نک ما میخوندیم چقدر درخش دوی من خود نمیخوندم چی با یخیلاش درمات مینویستن کامنتر را جواب میدم یخیلاش مینویستن که اپای زرخ تگیفتن درسی گفتاری ای بای ما را مزم نیستن که جواب دادن خیلی خلاصی گپ درشی صحبت در بلوی دسترخوان ادامه میدیم شما نخیر سلامتی باشی کلشی خدا را شکر اینا خوب گیزه بهتر سازم خوشروم خدا را تا چه حس میکنی؟ خدمت هنگی زره اولا بهترین مدامو ذره اولا دارم سازم خیلی دوستان عزیز انشالله که دیدیم بهترین شده خیلی با روزهای نزدیک خدا خواهد البوم نو همراه اپای زربانو محترم خود اپای سیاره و اینچنین دیگر برادران نقش می‌آفرند روزهای نزدیک پیشکش شما می‌گردد هر یک از شما در کامنت‌ها می‌نویسین در سایت‌های اینستاگرام می‌نویسین که زرا چی خیر شید اکثریت هر خیلی فکرای بعد می‌کردن که ای فلان کساله یا مثال خیلیش میگفت که خدا زدهش خیلی همین گپ‌ها اساساً در کار نیست برای که عمر خدمت خودش می‌ته که در کار شید می‌گیرشه این حالی نمی‌بینه که زرا با حالت اولا برگشته خیلی گفت که زرای پیشینه‌ام خدا خواهد با برنامه را انشالله دوام میتیم صحنه‌های بهترین برای شما پیشنهاد میکنیم و این گپ با هم نفرای داخل دوره که یکی از دوستان ما رفیقای ما در روی ما گشتن گفتن که شما ای خیلی جدا میشین کراچی فلان به اومد ما ضرر را نگاه نمیکنین پیش رفت اومد نمیکنین اما یک روزه خیلی گپ را بسیاری بد کردند شما ببینید که بین ما یگان چی نیست یک مدت معین ضرر شما میدونید که سیونکه کردن نمیتونید کانال پاخه موندن نمیشید به سیونکه یگان کار پیش نمیرفت هر یک کدوم ما همین حسابی شما نام میخریم حسابی هر یک لایک هر یک کامنتر شما خیلی انشالله با روزهای نزدیک سوخ سلامت شید ما در همه صحنه همه چیز سلامتیش برای ما مهم بود اینا بهتر شید با درش دوام میکنیم دریا ما یگان کسی یگان چی نشید انشالله اینا با دوام میتیم خیلی با از دهان اپای زربانو با یگان سخن میشنویم چی گفتنی با کلی اون نفرانی که خدا بنده دوستاش در درد میتیه با شفاش هم میتیه مخلصو انشالله که سخ سلامت براییم انجا کچه گردک شه جان خیلی کامنتاری رو خودت میدر اومدی میخونی که
اکثریتش بسیار زنهای مهاجر بودن که با خدا قسم در اینستاگرام درام می‌نویسن که خداوند در بالای سر فرزندش باشه، یک فرزند داره صغیره، یگان کس نداره، مقصد نگاه بینش نه در برش بیستین. خیلی چیزی بود نبود در گذشته بود انشالله که با در پیش کارها در پیش با سخن با محترم که خوش نگمت میتیم. نگمت که اشتری گم شه های دیگه فامیل پدری داخل نگمت بود. وجب که می؟ یک مخلص یا اپشکه بوده در مهاجر. اپشه پیشم راه کرد در بالینسا بودنم در رادام کار میکرد هفتم باید کار میکرد و پنجم بودم گفته میگه پنجم بره زهرا گفته سایده همونجا در خواه سیم بود آمد خیلی هم سیسترم گفت که خدایی کیه گفت که ای مسکوه یا اپام گفته شما پرسیسته خواهر ما گفتم خیلی گوزد بعد تلفن کتی گوزدم کتیش نمیرم دادم شد گفتم خیلی باید خودم کتی گوزدم نفر و گوزد خیلی پرس کرد مثال وقتا وقتی که یک سخن شیرین میگن تا مثال حال پرسید میکنم این قدر باشه این قدر میشه بعد اما اکا ای طرفی شهرینه ای طرف قرطاق بودن همین اینستاگرام ما پرسید می نویسم من اینستاگرام رد که میدرم مزم که نبود بعد اما اکا رنگ خواهر جان رنگ اکا و خواهر باشین گفته چی خیلی که همی وایشید بعد نامرای وای من واتساپ من رنگی همه چی خدمت کنیم گفتم اکا جان فقط دعا کنه سلامتی ها سلامتی در کار ایمده هیچی در کار نیست خانه گفتم خانه خداوند داد من گفتی اپا مال گفتم همه چی را خدا را شکر دارم یکی همی سلامتی نباشه در پیش همی دعا دست که هیچی بوده در پیش سلامتی نه همه چیز فهمیدم بالای جوگای مرد خطی که ما بریزه بردی در خسندی آدم یکون چیز درک نمیکنه هیچ نمیکنه وقتی که کسل میشه بعد میفهمه کی دوستای کی دشمنای کی دربارت هست نیست مثلا همشه خیلی وقتی که ما بالینسا در رفتیم دیدیم حالاتو چه خیلی بود خطا چه خیلی اسم کردی همین زندگی چی امید داشتی امید نداشتم من وقتی بالینسا رفتم با پای خودم رفتم نه که عوض مرا پسفرم پالی همی خستم وزبین شدم امید من راستی ای خودم کندم حالی اولاد و اجداد می آمدن گفتن ما مثال امید مونه کنده ما همی تقوی خودم آمد دیدک من در روی مثال جاگه بودم مثال ور بودم گفت این آدم نمیشه دخترای اما که آمد گفتن این آدم نمیشه گفتن همه امید چه اشما همه امید چه کنده سلا رو دمونده بودن من روزای سخت دیدم خدا را شکر که این ای روزا را دیدم من حالی من خودم امید من ای خودم کنده بودم من انا خیلی خدا را شکر بالینسا نشید خیلی با ما فکر میکنم که همین حالت خود در جوگای مرگ مبارزه میبردی دختر دستی مثال که در برنامه گپ زدگی میدونی خودت مثال چی را در اثر زنندگی بودی همه چیزا را حس میکرده که شاید مثال فرزند ما مثال رنگ خود نه پدر داره مثال نه مادر همین خیلی شود همه چیزا در سر تو بازی میکرد در مثال فکر میشه من چیا را فکر کردم گفتم آچه من یاش ای دنیا گذشته شاید ما میگذرم همین گپا خدا هر یک بخستم در بالینسا نماز خواندم نماز ما خواندم نتونستم خونده پیشین بود کتی امره هم خونده نتونستم خونده بعد خستم دیگه گفتم که تمام نمیشه گفتم جده من امید کندم حالی ای خودم کندم امروز یک شنبه بود دکتر من گفتم من میرم من نمیستم گفتم نه جواب نمیتیم تا گفتم مزد نیست مطرح چخل جواب تیم گفتم نه من میرم گفتم خستم ای بالینسا وای نویستم عریضه نویستم خستم برآمدم آمدم در همین خیلی رفتیم جای طبیب در رفتیم نیافتیم شه آمدم در سخوال بودم با مزم گریخته آوردن مخرج خانه آوردن من این امره هم دختر خواه میکرد بالینسا برم تا گفتم نه من خانه برفتم آمدم دیگه رسیده روی جوگه خواه کردم بگه به تاقامشون آمدن من را دیدم حالی ویشه کندن امید شونه کندن که مین برن
این 3 روز پیش بدم اون تقامشون آمدم سایده گفت بابا گفت یا پیاز ریزه که بیار گفت ایجان پریدم خواستم رفتم پیاز ریزه کردم آوردم گفت خدا را شگیره ما گفته بودم همین سایده ساز شما بخیزه انمی گپ ماما میگم شه